این دختر بچه مدتیه که صداهای عجیبی رو میشنوه، به طوری که دیگه نمیتونست توی اتاق تنها بخوابه. مادرش فکر میکرد که این بچه داره از ذهن خودش این اتفاقات رو میسازه، اما وقتی که خودش هم صداهای عجیبی رو از توی داخل کمد شنید، تصمیم میگیره که هر اتفاقی میفته به ویدیو ضبط کنه. Hey guys, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing a lot of strange things lately, just different noises and stuff. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so can you tell mommy what you just said? هری به تازگی به خونه جدید نقل مکان کرده و بعد از چند روز صداها و اتفاقات عجیبی رو تجربه میکنه. اما اولش فکر میکنه که همه اینها به صورت تصادفی اتفاق افتاده، ولی بعد از گذشت چند روز که این اتفاقات همینجوری داشتن ادامه پیدا میکردن، تصمیم میگیره که این اتفاقات رو به ویدیو ضبط کنه. اولین ویدیوش توی شب هست که به همراه سگ‌هاش خوابیده و صداهای عجیبی رو میشنوه.
این ویدیویی که الان قراره با هم دیگه ببینیم توسط یک مادر ضبط شده. توی توضیحات ویدیو نوشته بود که به تازگی برادرش رو توی تصادفی از دست داده و چون دخترش خیلی به داییش وابسته بود مدام داشت انگار با داییش حرف میزد، اما اولش فکر میکرد که دل دخترش برای داییش تنگ شده و برای همین که این کارها رو انجام میده، اما انگار کسی اونجاست که اون داره واقعا باهاش حرف میزنه و تصمیم میگیره این ویدیو رو ضبط کنه که ببینید چه اتفاقی میفته. Who are you talking to? Who are you talking to? Who are you talking to? Evelyn. Who are you talking to? Who are you talking to? این گروه یوتیوبر یک تصویری از دنبال کننده های خودشون به دستشون میرسه. گفته شده که این چیزی که توی عکس هست یک موجودی هست که خیلی داستانهای ترسناکی دربارش گفته شده و اونا هم تصمیم میگیرن که دنبال این موجود برن. اونا وقتی که اطلاعات درباره این مکان جمع آوری میکنن میفهمن که اتفاقات ترسناک زیادی هم اتفاق افتاده که ساکنان اون محله گزارش کردن که میتونه مربوط به این موجودی باشه که توی این غار عکس برداری شده و اونا هم تصمیم میگیرن که به این غار برن و ببینید که چه اتفاقی براشون میفته. 大丈夫。息切れがすごくなる。あんま吸いたくないんだけどね。ちょっと広いところ行きます。よしけさん気をつけてね。滑る。石、巨大な石を下に落とすと。やめて。マジ膝限界でさ、なんか和式トイレでトイレしてるとこんな感じじゃない。ああ、わかる。マジ。あ、よしけさんさ、あれ見せてる画像。 どこだこれ。画像反転とかしないよね、多分。外カメで撮ってる。どこだろう、これ。まだ先。もうそろそろ最新部に行く、これなんで。少々ないですね。顔認証した。ちょっと待って、ちょっと待って。وقتی که اون توی غار تنها بود صدای عجیبی از یک زن میشنوه که سریعا تصمیم میگیره از اونجا فرار کنه و بره توی ماشین، اما وقتی که برمیگرده میبینه که تنها اون این اتفاق عجیب رو تجربه نکرده.やばくない？車揺れたよ今。やばい。ちょっといいよ。意味がわかんない。
این یکی گروه هم به مکانهای متروکه میرن و این جایی که رفتن تونستن اتفاقات عجیبی رو توی دوربین ضبط کنن.めっちゃ鳴った今入ったんじゃない今誰か誰か寝てたのえぐい誰か住んでた誰かいるんじゃないのこれマジでもうやだ寒いないや寒いマジで何やばいやばいそう見えないマジめっちゃ虫いるな。なんでこれ塞がれてんの？開こうとするし。こうか。え？やば。ちょっと行きます。شیرو با دوستش تماس برقرار میکنه و میگه که اونا اینجا تنها نیستن.ちょっと待って。テイさん、ちょっとうるさい。マジうるさい。今いた、人いた。本当にいた。